سلام و عرض ادب خدمت دوستان گلم. من امین حسن‌زاده هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز میخوام که یه VSC پیانو خیلی خفن بهتون معرفی کنم که فوق‌العاده حرفه‌ایه و درست شبیه سازی شده. یه صدای خیلی گرم و حرفه‌ای داره، طبیعی اصلا صداش، انگار یه نوازنده پیشتون نشسته داره پیانو میزنه، انقدر که خفنه این VSC. در کنار خفن بودن و حرفه‌ای بودن، شاید الان تو ذهن شما اینجوری بیاد که خب بالای 3-4 گیگ دیگه، الان پیانوی خوب ما زیر 3-4 گیگ نداریم. یه دونه من چند سال پیش دانلود کرده بودم، تحت کانتکت بود که 4 گیگ بود. الان پیانوی خوب دیگه بالای 4-5 گیگ. این VSC کلا 80 مگه. جای تعجب داره که به این خفنی چطور میتونه انقدر کم حجم باشه، یعنی حجم دانلودش. پیانویی که میخوام بهتون معرفی کنم من اکثرا تو پروژه‌هام استفاده میکنم و پروژه‌هایی که پیانو محورن یا نیاز به پیانو دارن، از این پیانو من استفاده میکنم، از این VSC استفاده میکنم. پیانو V2 هستش واسه شرکت آرتوریا هستش که فوق‌العاده حرفه‌ایه، خیلی خفنه این پیانو. بهتون پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید و نصب کنید. نصبش هم چیز خاصی نداره، 4 تا نکس میزنید کلا نصب میشه، زیاد چیز پیچیده‌ای نداره نصبش. خب من تو قسمت اینترو یه موزیکی از این پیانو استفاده کرده بودم، یه بار پلی میکنم، صداشو گوش کنید، خودتون متوجه میشید اصلا خفن بودن این VSC رو. گوش میکنیم ما هم. میبینید که چقدر صدای خفنی داره، چقدر صداش گرم و طبیعیه، انگار واقعا یه نوازنده پیشتون نشسته داره پیانو میزنه، انقدر که صداش طبیعیه. اینجا چند تا گزینه مختلف داره که من دونه دونه بهتون توضیح میدم. اینجا قسمت مستر داره که یه اکولایزری داره، میتونید قسمت لو فرکانسی رو زیاد کنید، قسمت های فرکانسی رو زیاد کنید، یا های مید یا لو مید رو زیاد و کم کنید. اینجا قسمت روم داره که میتونید تغییر بدید. اینجا قسمت میکروفون گذاری است که میتونید میکروفون گذاریشو تغییر بدید. ببینید تغییر میکنه این قسمت میکروفونایی که هستش. و اینجا قسمت ولوسیتی داره که میتونید از اینجا کم و زیاد کنید یا از پیانو رولتون کم و زیاد کنید، فرقی نمیکنه. اینجا میتونید نوع پیانو رو عوض کنید که از چه پیانویی استفاده کنید، کدوم جنس رو بیشتر دوست دارید. از این قسمت هم میتونید پیانو رو عوضش کنید و اون جنسی که میخواید و بهش برسید. من یه بار دیگه پلی میکنم، این جنس ها رو دونه دونه تغییر میدم، ببینید چه جنس های مختلفی داره. خیلی خفنه این VSC. میبینید که انواع اقسام جنس‌های مختلف پیانو رو داره، میتونید اینا رو دونه دونه تست کنید و تو پروژه‌تون استفاده کنید. ببینید که با کدوم رنگ و جنس بیشتر ارتباط برقرار میکنید و به پروژه شما بیشتر میاد، ازش استفاده کنید. فوق‌العاده خفنه. بهتون پیشنهاد میکنم که از این VSC حتما توی پروژه‌تون استفاده کنید و سطح و لول پروژه‌تون رو با این VSC ببرید بالا که واقعاً حرفه‌ای بودن رو به پروژه شما اضافه میکنه. دوستان خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. خیلی ممنون میشم که از من و کانال بنده حمایت کنید، تا جایی که میتونید عشق بفرستید. تو کامنت ها هر سوالی دارید ازم بپرسید، من جواب میدم. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.